نام یاد خدا، عرض سلام و درود خدمت کل شما هموطنان خوبیم. امیدوار هستم در هر گوشه از دنیا هستین جور صحتمند و سلامت باشین. دوستای عزیز، ما در جریان کار سرک بین چرخ و نالج هستیم که حدوداً یک ماه بیشتر میشه که در دست شرکت سپرده شده و فعلا هم کار جریان داره و البته گفتنم دوستای کار مردمی است، توسط مردم شروع شده و فعلا کمچون بودجه‌ای که جمع آوری شدم توسط بعضی از خیرین و دوستایی که خارج از کشور بوده و یک مقدارش هم توسط خود مردم چرخ نالج جمع آوری شده و اینجا نگفتنمونه که انجینیر از طرف خود مردم هم تعیین شده، همه روزه این در جریان کار حضور داره و کمی بیش از نماینده های بین چرخ نالج هم اینجا در روز حضور داره و از کار نظاره میکنه. بریم از انجینیری که مردم توسط مردم انتخاب شده اینجا در کار سرک سوالای داشته باشیم در رابطه به سرک که چقدر کار پیش رفته و چطور است کار شرکت، آیا رضایت بخش است یا نه. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز، من در کنار انجینیر صاحب حاذق هستم که توسط مردم انتخاب شده در رابطه به کار سرک. از اینشان سوالای خواهیم داشت در مورد سرک. اول سلام علیکم داشته باشیم. سلام خدمت شما، خوب هستین؟ چندمنده؟ سلام احترام خدمت شما و بیننده های درجه چنل یوتیوب گل بادام. تشکر. سلامت باشین. یک معرفی مختصر داشته باشید. عزت الله حاذق هستم، انجینیر نظارتی پروژه سرک جوز لانالج از طرف مردمی سر شرکت. بسیار خوب. بله. خوب قصه بکنین که حدوداً چند وقت میشه که این کار سرک دست شرکت سپرده شده؟ آیا کار شرکت چطور است؟ رضایت بخش است؟ درست است. حدوداً یک ماه و 20 روز یا کمتر زیادتر 15 یا 18 روز انتظار میشه که کاری سرک پروژه سرک جوز لانالج شروع شده. دیگه شرکت عملاً دمی ساحه کار میکنه. دیگه از یک ماه و 20 روزی که هست قسمت پیشرفت کار در قسمت کندنکاری، جویچه، هموارکاری، گردرکاری از این خلاص شد. دیگه حدودی یک هفته کمتر میشه که ما پروسه جغل ریزی سطح سرک شروع کردیم. از همچنین بیننده هستیم حدودی در محدوده شاید 1 کیلومتری سر کوتل جوز یا دمی قسمت ها هستیم که این پروسه از بازار جوز شروع شده که از اون جراب لایکشک میگن از اون قسمت آمدن تا سر کوتل و از همچنان از سر کوتل به اون طرف هم یک مقدار پیش رفته. 1 کیلومتر پروسه جغل ریزی همچنان جریان داره. چطور کار شرکت آیا رضایت بخش است؟ ولی تا جایی را کدام چالش تکنیکی فلسفی رای پروژه ما نیست. هر روزه ما همراه شرکت هستیم از صبح که اینا 6 بجه شروع میکنن تا 6 و نیم یا 7 بجه شام دیگره. حدودی 9 ساعت کاری اینا تایم شیت داره. باز به همون اساس اینا یک بعضی روزا اضافه کاری میکنن. حدودی 10 ساعت کاری اینا در ساحه می باشن. باز هستیم امروز دمی طول 10 ساعت روزانه نظارت جدی از روند کار داریم. از لحاظ تازه همی کدام چالشی اونطور جدی که سر راه پروژه باشه و یک مشکلی را در پیشرفت کار و خلل ایجاد کنه در پروژه، خدا را شکر نداده. دیگه از لحاظ تکنیکی تا جایی را کوشش کردیم که با اون نرم ها و استانداردهایی که مطلوب خواهد بازو برسه به خیر به امید خدا. دیگه تا حال خوب است. کدام چیزی نیست. حدوداً چند ماشینری است و توال چقدر بودجهش مردم خرید داده و چقدر دیگه بهره داده؟ موضوع ماشینری شرکت فعلا 6 اراده هینو است که مواد انتقال میده. یک اراده اسکواتور و همچنان گریدر و یک ماشین تانکر او پاش و همچنان یک دانه لنگر است که تا حال همین ماشینری اینا تقریبا تکمیل است و میتونه ساحه را کاور بکنه و پوشش بده. دیگه دم 1 کیلومتری که ما کار کردیم در طول 4 روز یا 5 روز دیگه خوب بودن، کارش رضایت بخش است برای از ما. دیگه هستیم هر روزه نظارت داریم از اینا. باز به امید خدا همین کوشش میکنیم که به وجه احسن هم چیزی که مردم انتظار داره از این پروژه و چشم امیدی بسته کرده که ما از زمین راه سخت و گل و لای و چالشی که اینا در طول زمستان مواجه میشن دیگه نجات پیدا کنیم ان شاء الله. موضوع بخش مالی مان
وقتش اگه بگم تا امروز اینا مردم ها یک قسمی همراه شرکت توافق کردن که ما امی مجموع مبلغ در 4 قسم میدیم. شرکت مدعی است که ما تقریبا دو قسط کار را تکمیل کردیم نظر به بجت. اما چیزی که از امروز انجینر صاحب صحبت کردیم ما دیگه امی رئیس شرکت میگه برای ما تا حالا کمتر از 2 لک روپیه تحویل داده. این یک بودجه بسیار ناچیزه بود. باز به می اساس تا حالا مردم و انوایس و قسط اول نداده برای ما. دیم تلاش و چی هست که دمی روزا بخیر امیر از مردمی جمع آوری شود از یک مقداری سر وسایل نقلیه موتورسیکل و موتر و این چیزا اندازه شده اونا رو گفتن جمع آوری میکنیم دیگه. ببینیم در انتظار هستیم که بخیر در روزهای آینده بخیر این کارا صورت بگیره. البته بیشتر از نوزی نمادهای خود نالج چرخ بشنویم که چقدر مثلا جمع کرده و چقدر دیگه مثلا باقی مانده و چقدر مردم حمایت کرده. و شما سوال دیگه است که حدوداً چند روز دیگه طول خواهد کشید که در نقطه آخر برسه کار بخیر ان شاء الله؟ نظر در پیش بینی که ما داریم و روند کار که فعلا جریان داره به امید خدا ان شاء الله را کمتر از 1 ماه بخیر کوشش میکنیم که به پای اکمال برسه. بحثی مورد مذهبی به دهه عاشورا هم پیش رو هست. اگر شرکت در تعطیلی نخوره دیگه ما بخیر یک برآوردی که پیش خود داریم کمتر از 1 ماه بخیر تکمیل میکنیم ان شاء الله. خب ما از طرف نالج طرف که می آمدیم البته توال را کار سر قدر در نقطه آخر نرسیده اما بعضی ساحه‌هاش انگذره که می آمدیم دید نداشت. آیا این مردم در این مورد چیزی نگفته یا که توال را شما در اون ساحه نرسیدین چی رقم در نظر گرفتین؟ درست است گپ شما واقعا معقول است. می چی بگیم اگر یک چی بگیم که واقعا دست ما یک رقم بسته است از این قراردادی که صورت گرفته توافقی که صورت گرفته. واقعا معیاراتی که از لحاظ تکنیکی زاویه دید و همچنان میل و همین چیزایی که در بخش جرابا و کتلا و بندایی که هست باید در نظر گرفته شود. تا حد الامکان کوشش خود کردیم که سر شرکت همین کار رو انجام بدیم. اما متاسفانه نظر در توافقی که صورت گرفته همراه مردم این شرکت باز در بعضی ساحاتش اونجایی که واقعا لازم و الزامی هسته باز میگم ما با این توافق نکردیم. همراه مردم گپ بزنیم بازی این شرکت میگه ما بجد اضافه تر میخوایم که تا این کار صورت بگیره. دمی یعنی کشمکش هستیم. بله توافق اینا را که شما در نظر بگیریم دیگه همچین چیزایی پیدا نمیتونه. ما یک موضوع یاری سازی در بعضی ساحات داریم. بازم کوشش خودم نهایت داریم در اون ساحات تا حالا 100% تکمیل نشده. بحثی زاویه دید و همچنان سوپرالیویشن گولایی ها الزامی است و برای شرکت هدایت دادیم که در قسمت جور کنه. همین ساحه‌ای که کار میکنن اینا هم زیر ساخت از هم در حال کار است و همچنان موادی که سر از انداخته میشه و ما اساس هم یک قسمت گفتن ما تکمیل کرده میریم. همچنان چالش‌هایی که مشکلات تکنیکی که تا حال وجود داره و اونها هم بخیر کم کم اصلاح شود ان شاء الله. تشکر. خب شما به عنوان انجینیر باز امی جغل ریزی که فعلا از قسمت در حال کردن کاری است شما بررسی کردین چیزی مواد مفید است نه که در طول یعنی میتونه یک چند سال رئیس سرک دوام کنه چون رفت آمد سرک زیاد است نه؟ بله. حجم ترافیک واقعا در دو ناوه چرخ و نالج خیلی بالاه. حدوداً برای ما یک چیزی یک آماری آمد گفتن 800 خانه یعنی واقعا در دو ناوه زندگی میکنه و برداشتی که ما کردیم در معمولا سرک‌های جغلی یک عمر مؤثر خود داره از 5 الی 8 سال یا همچنان 10 سالی دوام میکنه و این ما توقعات نکنیم که حتما عمریه باشه مثل یک سرک سخت یا اسفالت یا همچین چیزی برای ما کار بده. این فعلا خود او نرم برابر نیست. همین توقعات مردم از چی گفتن که یک سرک جغلی داشته باشیم. سرک قسمی است که در طول 8 کیلومتر ضخامت مواد جغلی را گفتن 20 سانتی باید باشه و اول عرضی سرک بودن 4 متر. بله. باز نظر در مشاورهایی که امروز از اینا کردیم توافق اینا رو گرفتیم که اجازه جواب نمیده این حجم ترافیک که در دو ناوه هست. واقعا 4 متر جابگو نیست و بسیار خطرساز میشه برای مردم. باز توافق صورت گرفت یک مقدار مبلغ هم اضافه شد دیگه این را کردیم 5 متر. 5 متر شد. باز کیفیت مواد در محدوده جغرافیایی چرخ نالج ما چیزی که بررسی کردیم حدود 20 نمونه برداری کردیم از کل
بندایی که در این دو ناوه موقعیت داره. باز خوشبختانه همو با کیفیت ترینش، خوب ترینش، مستحکم ترین موادی که ما دریافت کردیم از امین کوتل جوز است. بله. شما بیننده هستین امی نرمی که نزدیک است برای لیار سمپیس یا سمپیس هم گفتن نتونیم سرک جغلی که یعنی ضخامت 20 سانتی رو داره. باز این همو مقاومت لازم داره انشالله به امید خدا. ما برای مردم میتونن میتیم که حداقل عمر مؤثر از 5 الی 8 تا 10 سال این حتما جوابگوی مردم هست و این مشکلات مردم بخیر حل میکنه. خب سوال آخر انجینیر صاحب، چطور حمایت های مردمی و چقدر دلگرمی نشون میده در روز نماینده های از مردم چرخ نالج اینجا حضور پیدا میکنه؟ خدمت شما عرض بکنم دلگرمی مردم منطوری که شما قبلا هم دیدین و حالا میبینین، مردم ها واقعا دلگرمی خیلی بالا داره. همگی یک چشم انتظار، یک امیدی، یک انگیزه خیلی خوبی مثبتی در قسمت داره و همیشه در زی سرک نظارت داره و نماینده ها بیچاره ها اند فکر کنین که از کار بار زندگی خانه طول خرجی مصارف چیزی که در غم و دردی که در چیز زندگی هست اهلا کردن، بیچاره ها مثل رضاکار میگردن ناوه دیگه خانه به خانه که ما کاری بکنیم که پیش شرکت کم نبیاییم. متوافق دیگه خواهش ما از خیرین عزیز، از دوستایی که این ویدیو رو میبینن دیگه این است که دستی مردم بگیرن و انشالله همراه از اینا همکاری بکنن تا این پروژه به صورت احسن انجام شود. تشکر، سلامت باشین. ببخشید که وقتمون رو گرفتم. خواهش میکنم. کدام گفتنی یا پیام داشته باشین در اخیر کامل خدمت. سلامتی. بازم تکرار میکنیم این مردم چشم انتظار دستانی پرمهر خیرین عزیز هستن و تا فعلا کدام هیچ بودجه قابل ملاحظه تا حال جمع آوری نشده. این مردم واقعا حاجت ضرورت به حمایت های مالی و دستانی پرمهر همین خیرین عزیز داره انشالله. کش به امید خدا دیگه این مصاحبه ما و شما هم باعث شود که در این قسمت یک همکاری، یک لابیگری خوبتری صورت بگیره. تشکر. سلامت و معید باشین. خب دوستای عزیز، در کنار یکی از نماینده های مردمی هستیم که البته در روز اینجا برای نظاره حضور پیدا میکنه در رابطه با موضوع بودجه که مردم چقدر بودجه فعلا جمع آوری کرده و چقدر این شرکت تحویل داده و چقدر باقی مانده صحبت میکنیم. سلام، خوب هستین؟ بخیرین؟ سلام خدمت شما و همه بیننده های محترم چینل یوتیوب گل بادام. پیش از اینکه ما روی از موضوعات بپردازم، زحمات و تلاشی که تیم چینل گل بادام انجام میده تقدیر و تشکر مونم، نه تنها در ساحه برگر بلکه در اقصا نقاط و ولایات مرکزی که واقعا با فعالیت ها و هماهنگی که انجام میده یک تأثیری مثبت و کارهای مؤثر تا حال را از ناحیه انجام شده. اما اگر بپردازیم روی کار ای سرک و روی مسئله مالی از اون جمله، تا حال را از با قراردادی که با این شرکت صورت گرفته با چه مبلغ ای را قبلا هم دوستان ما بارها گفته و شما هم در جریان قرار دارین، بیننده های شما هم در جریان قرار داره. اما از مبلغی که قرارداد شده تا حال بسیار یک مبلغ ناچیز، یعنی 2 لک افغانی پرداخت شده به شرکت و امور رقمی که دوستای ما بارها یادآوری کرده با پلان و هماهنگی که مردم انجام داده که هر موتردار و موتوردار و دکاندار، یعنی هر کسی همو وضعیت اقتصادی نسبتا خوبتر داره که نه چه مبلغ را باید پرداخت بکنه. از این مبلغ گرچه در قریجات جمع آوری شده اما تا حال را به دست کمیته مالی قرار نگرفته که واقعا چقدر میشه و چقدر بودجه دیگه ما نیاز داریم تا جمع آوری بکنیم. اما ما یک چیز را 100% گفته میتونیم که اگر اینمی مبلغ 100% با می از موتردار و موتوردار و دکاندار ما جمع آوری بکنیم، 1% بسیار ناچیز و اندک نیست نظر دهی که ما با این شرکت قرارداد کردیم. با اون هم ما از کسایی که ما رو میبینه، از
کسایی که قبلا نیز همکاری کرده در اینجا از اونها تقدیر و تشکر مونیم و باز هم توقع و تقاضای از این را داریم که دوستای ما همکاری کنه ما را و ما کوشش مونیم که به زودترین فرصت مقدار پول را که از قریجات جمع آوری شده در کمیته بعد از کمیته مالی قرار بگیره و این گزارش از این را ما انشالله در خدمت دوستا قرار بدیم از طریق شما تا که حداقل همگی اطمینان پیدا کنه که از با بودجه‌ای که با شرکت قرارداد شده چه مقدارش از این پولی که ما قبلا به اصطلاح انداز بگیم یا یک توافق کلی مردم بگیم که چه مقدارش تامین میشه و چه مقدار دیگر ما بدهکار باقی میمانیم که او را بازم دست ما و دامن دوستای ما که ما دست به دامن از اونا میشیم و دست یاری و همکاری اونا قطعا به سوی ما دراز خواهد کرد و مردم ما را تنها نخواهد گذاشت. و یک مسئله دیگه امی موضوعیه که بیننده امی کارمندای که در ادارات حکومتی در مؤسسات و در نهادهای بین المللی کار مونه ما در می توافق خیره هم گفته بودیم که سلس معاش خوره سلس یک ماه معاش خوره پرداخت بکنه. این پول هم تا حال جمع آوری نشده اما در طول امی هفته ما در جریان قرار داریم که دوستای ما در صدد جمع آوریه تا که این مقدار پول هم جمع آوری شود ان شاء الله به زودترین وقت این گزارش مالی و پولی را که جمع آوری میشه در کمیته در دست کمیته مالی قرار میگیره و ان شاء الله گزارش از ما در دسترس دوستا قرار خواهیم داد ان شاء الله